سلام خدمت همه دوستان عزیز، من هادیم. ما فکر میکنم این قسمت آخرمون باشه، ویدیو آخرمون باشه مربوط به بخش کاربران و وردپرس. داره ضبط میشه. بله خب دوستان، بخش کاربران چیز خاصی نداره، من فقط چند تا مورد میخوام بهتون بگم. ما اینجا توی بخش همه کاربران میتونیم همه کاربران بگیم. من یه چیز بگم راستی قبل از این ویدیو، طبق معمول لایک، سابسکرایب یادتون نره. ممنون میشم از من حمایت کنید و ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بگذارید. میریم ادامه ویدیو. بالاخره بعد تبلیغات خودمون هم کنیم یا نه. خب اینجا منم اسمم هادی لوکسه و ایمیلم هم اینه به طور پیش‌فرض. یکی از دوستان من هستن ارسطو که یه سری کارهای سایت رو بهشون گفته بودم و اینا یه ادمین دیگه. این سایت الان 3 تا ادمین داره، درسته؟ و اینجوری اگه خواستین سایت رو بدین دست یکی، ایمیل و پسورد و نام کاربری خودتون رو ندیدی به اون که اون با ایمیل و پسورد خودتون بیاد وارد سایت بشه. نه، برید براش یه دونه ایمیل و پسورد جدید درست کنید، یه دونه کاربر جدید براش درست کنید و اون رو بهش بدید که اگه تغییری توی سایت اعمال کرد و شما دوست نداشتید یا حالا هر چیزی هستن، هر تغییراتی انجام داد شما خواستید بدونید، متوجه بشید که اون این کار رو انجام داده. خب ما اینجا میریم که یک کاربر جدید بسازیم. افزودن کاربر جدید. ما این افزودن کاربر ساده نمیخوایم بسازیم. کاربری میخوایم بسازیم که بتونه سایتمون رو کنترل کنه. یه نام کاربری براش میذاریم، مثلا اسم دوست محمد مثلا 1 2 3 4 به فرض مثال. شماره موبایلش رو میتونید بذارید، میتونید نذارید. ایمیلش هم حالا مثلا من میذارم محمد 1 2 3 4 چون مثلا @gmail.com. اصلا من همچین جیمیلی ندارم ولی خب حالا همینجوری دارم مینویسم محمد. ببینید اینا رو میاره، من قبلا استفاده کردم. محمد طاهری. وبسایت هم نمیخواد بنویسید، زبانش هم حالا همون پیش‌فرض استایل باشه. یادتون باشه حتما یه ساختن رمز بذارید که رمزتون تغییر پیدا کنه و قبلش اینو یه جایی یادداشت کنید که یادتون نره. نقشش هم روی مدیر کل یا حالا ویرایشگر هر چقدر که میخواید بهش دسترسی بدید انجام بدید. افزودن کاربر تازه رو میزنید و این کاربر اضافه میشه. این نام کاربری و این ایمیل رو بهش میدید از طریق همون آدرس سایت WP ادمین که وارد سایت میشه و شما باید نام کاربری و رمز عبورتون بزنید که وارد پیشخوان وردپرس بشید و بهش میدید که اونم بتونه سایت رو مدیریت میکنه. همین، من تنها چیزی که درباره کاربرم میخواستم بهتون بگم همین بود. یا امیدوارم یاد گرفته باشید. ما توی این دوره پیشخوان وردپرس توضیح دادیم که مثلا خود صفحه پیشخوان وردپرس چیه. بخش نوشته ها رو توضیح دادیم توی 3 جلسه. اینکه چجوری نوشته ها رو از هوش مصنوعی چت جی پی تی کمک بگیریم بذاریم. بهینه سازی عکس ما یاد گرفتیم که چجوری عکسمون رو بهینه بکنیم با استفاده از سایت کلاود کانورت رو فکر کنم، دقیقاً یادم نیست. و برگه ها رو یاد گرفتیم چجوری برگه اضافه کنیم و فهمیدیم که برگه ها بیشتر به درد طراحان سایت میخوره و طراحی یک برگه جدا. نظرات و دیدگاه ها رو یاد گرفتیم. افزونه ها رو یاد گرفتیم که اصلا افزونه ها توی سایت ما به چه دردی میخورن. محصولات رو یاد گرفتیم چجوری محصول بذاریم، چجوری محصول متغیر بسازیم، قیمت بذاریم دوش و از این دست قبیل کارها. تنظیمات سایت وردپرسی باهاش آشنا شدیم و توی این جلسه هم با کاربران توی سایت وردپرسی آشنا شدیم. دوستان ببینید من اینجا یک نمای کلی از پیشخوان وردپرس بیارم براتون. روی خود پیشخوان وردپرس من کلیک کنم مثلا. خب بخش رسانه ما داشتیم که توضیح خاصی ندادیم، توضیحاتش رو دادیم توی ویدیوهای مربوطه توی بخش مخصوصا نوشته ها.
یاد دادیم که چجوری میتونید از رسانه ها عکس و ویدیو کمک بگیرید. وودمارت و کلا این بخش از تنظیمات برای هر سایتی متفاوته و اگه مثلا قالب شما وودمارت باشه، فلتسام باشه، اهورا باشه یا هر قالب دیگه ای باشه، تنظیمات متفاوت خودشو داره و شما باید آموزش مربوط به اون قالب رو حتما ببینید که نیازی هم نیست. معمولا برای طراحان سایت استفاده میشه، به نظر من نیازی هم نیست واقعا اونقدر، هرچند واقعا ساده است، کاری نداره. دقیقاً مثل همین شما باید با یه سری دقیقا همین چیزا کار کنید، کلیک و دکمه و اینجور چیزا. ووکامرس ها یاد گرفتیم، این که حالا کامل ووکامرس ها یاد نگرفتیم ولی فهمیدیم که چجوری محصولات ها بذاریم، چجوری یه محصول اضافه کنیم، اد کنیم. بگن بخش ووکامرس حالا کدهای تخفیف داره، گزارشات داره، چیزای مختلفی داره، سفارشات داره. شما سفارشاتتون رو میتونید از کجا ببینید؟ حالا بذارید مثلا اینجا انجام شد، احتمالاً اگه آپدیت برای سفارشات بذارم، وقتی سفارش جدید رو دریافت میکنید در اینجا ظاهر میشود. فکر میکنم اینا دیگه باید هر طراح سایتی بهتون بگه که سفارشاتتون دیگه اینجا میاد، برای همین من خیلی توضیحش ندادم و برای همینه که اینجوریه. حالا توی تجزیه و تحلیل داره که میتونید این سفارشاتتون رو حالا تجزیه تحلیل کنید، آمار بگیرید. المنتور ما توضیح ندادیم چون که المنتور کاملا راجع به طراحی سایته، بعضی چیزاش واقعا خیلی تخصصی تر میشه. برای بخش نمایش همون بخش مربوط به قالبتونه که چه قالبی توی سایتتون بذارید و حالا یه سری فهرست ها اینجور چیزا که اینو باز مربوط به خود طراحی سایت. افزونه ها رو توضیح دادیم، حالا اینکه مربوط به راستشونه هیچی. کاربران رو توضیح دادیم. ابزارها هم با قانون قاعده مهمی نیست، مهم هست ولی خب به درد شما نمیخوره و همین. ما تقریبا تمام چیزایی که مربوط میشد به یه سایت وردپرسی که شما بتونید باهاش سایت خودتون رو مدیریت کنید آموزش دادیم. دوستان چیزی که مهمه برای سایت من گفتم نوشته ها یا همون مقالات و محصولات. دوستان شما باید نوشته ها و محصولاتتون جدی بگیرین که مخصوصا مقالات سعی کنید مقاله های زیادی رو بنویسید، مقاله های زیادی رو آپلود کنید توی سایتتون و انشاءالله سایتتون بیاد بالا و بتونید درآمد خیلی خفنی از طریق سایتتون داشته باشید. اگه روش وقت بذارید و کار کنید، مطمئنا هر چیزی نیاز به وقت داره. حرفای کلیشه‌ای نمیزنم. توی این کانال ما بازم ویدیو مربوط به طراحی سایت، مربوط به آموزش‌های برنامه‌نویسی این چیزا داریم. من شغل اصلیم برنامه نویسی لاراول کار میکنم الان با PHP روی حالا یه سری طراحی افزونه، ساخت افزونه، طراحی قالب وردپرس اینجور چیزا داریم کار میکنیم. خیلی دوست دارم بازم ویدیوی آموزشی بذارم. روی یه دوره آموزشی فول استک هم دارم کار میکنم. حالا اینجور چیزا خیلی پیشرفته تر میشه، احتمالاً شما چیزی ندونید ازش. در از صورت اگه دوستانی هم میشناسید که علاقه به برنامه‌نویسی، علاقه به طراحی سایت، علاقه به حوزه کامپیوتر دارن، حتما این ویدیو و کلا این کانال رو بهشون معرفی کنید. من هادی هاشمی هستم، مهندس کامپیوتر از دانشگاه آزاد و الان که این ویدیو رو میگیرم ترم هفته دانشجوی کارشناسی کامپیوتر هستم و خواستم فقط یه معرفی از خودم داشته باشم. یادم نیست ویدیویی اول فکر نکنم معرفی داشته باشم، با معرفی داشته بودم. حالا به هر حال خیلی خوشحال شدم که این ویدیو باهاتون، که این دوره باهاتون بودم و حتما بازم با هم دیگه در ارتباط خواهیم بود. هر جا که هستید در سلامت و موفق باشید.